در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با مسعود رئیسی، سردبیر وبسایت خبری رسانگ که از ترکیه با ما هستند. آقای رئیسی، درباره طایفه شهبخش یا اسماعیل زهی توضیح بدید و اینکه دلیل این درگیری‌ها مشخصاً چی است؟ طایفه اسماعیل زهی که بعدها به اسم طایفه شهبخش نامگذاری شد، یکی از طوایف خیلی بزرگ بلوچستان است که از تیره‌های مختلف تشکیل شده و بیشتر در مناطق شمالی بلوچستان مثل شهرستان‌های خاش و زاهدان زندگی می‌کنند. یکی از سرداران بسیار معروف این طایفه سردار جمعه خان اسماعیل زهی بود که علی‌رغم داشتن نیروهای هم در مقابل استعمارگران انگلیس ایستادگی کرد و توانست. خب حالا الان درگیری‌های اخیر دلیلش چی است آقای رئیسی؟ در واقع درگیری که دیروز اتفاق افتاد بیشتر برمیگرده به آغازش برمیگرده به 26 آبان ماه که نیروهای نظامی در دشت سمسور در شهرستان ریگان به سمت یک فردی به نام ملک شهبخش که برادر غلام هست که روز گذشته کشته شده بود تیراندازی کردند. این شهروند با استقامتی که از خودش نشون داد تقریبا با 24 ساعت دفاع جانانه‌ای که از خودش کرد تونست در اونجا دست کم 7 نفر از نیروهای نظامی رو کشته و زخمی بکنه که یکیشون هم سرهنگ توسنگ بود که فرمانده قرارگاه عملیاتی ابوذر استان کرمان بود. بعد از این در واقع حمله نیروهای نظامی به این شهروند بود که یک موج تازه‌ای از حملات به افراد شهبخش مخصوصاً در بلوچستان انجام شد از طرف نیروهای نظامی. در 7 آبان ماه حمله بهپادی نیروهای سپاه پاسداران به در همین منطقه دشت سمسور باعث شد 4 شهروند بلوچ کشته بشه که همشون شهبخش بودند و روز گذشته هم نیروهای رژیم سحرگاهش در یک یورش غیر انسانی که زن و بچه هم در این منزل بودند منزل رو به توپ و خمپاره بستند که به طور کامل این خونه تخریب شد. حالا آقای رئیسی، گروه‌های بلوچ عنوان می‌کنن که برای دفاع از حقوق خود مبارزه می‌کنن، اما حکومت اونها را اشرار خطاب می‌کنه. برای ما بگید که کشته شدن غلام شهبخش یا هر رهبر و شخصیت بلوچ دیگه‌ای چه تغییری در این روند به وجود خواهد آورد؟ آیا فروکش می‌کنه یا احتمالاً خشونت بیشتر میشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی، نه تنها جمهوری اسلامی، حاکمان پهلوی هم یک نوع سیاستی همواره در قبال مردم بلوچ داشتند که تلاش شده اونها رو به نحوی یک ضعیف کنند و به اونها رو غیر متحد نگه دارند. در همین مثلا در همین درگیری که روز گذشته بوده، مثلا نیروهای سپاه در یک بیانیه خیلی در واقع کذب نوشته از طرف طایفه شهنوازی نوشته بودند که مثلا منتشر کرده بودند که ما از نیروهای رژیم حمایت میکنیم از طرف در واقع طایفه شهنوازی، ولی جوانان شهنوازی و سران طوایف با هوشیاری کامل تونستند این در واقع نقشه رو از بین ببرند و تونستند که علی‌رغم اینکه این خبر رو تکذیب کردند، ابراز همدردی و اتحاد بیشتر با طایفه حالا آقای رئیسی، با توجه به اینکه
ویدیوهایی منتشر شده از اینکه اعترافات اجباری گرفته شده از چندین نفر از خانواده شهبخش که گویا روز گذشته دستگیر شدن. در همین حال ویدیوهایی هم و مشخصا در این ویدیوها آقای شهبخش رو به عنوان یک فرد قلدر و زورگو معرفی میکنن. حالا ویدیوهایی وجود داره که آقای غلام شهبخش درباره شیوع مواد مخدر صحبت میکنه و از آمار بالای معتادان به شیشه و کرک در اون منطقه صحبت میکنه. خیلی کوتاه بگید که دلیل چی هست؟ بله، واقعیت همینه که در واقع کلیپی که چند وقت پیش از همین فرد غلام شهبخش منتشر شده بود، همیشه ایشون تلاش کردند که برای جامعه بلوچستان همچون گذشتگان خودش، همچون اجداد خودش، برای جامعه بلوچستان، برای مردم بلوچ مثمر ثمر باشه و تلاش کرده که پایگاه‌هایی که مثلا مواد مخدر به فروش میرسونن رو جمع کنه. متاسفانه سپاه و نیروهای رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواستند که این جور اتفاقای زیبا و این جور فعالان بلوچ در بلوچستان وجود داشته باشند. ممنون از شما آقای مسعود رئیسی، سردبیر وبسایت خبری رسانگ از ترکیه.